عزیز، آرش جان عزیز، عاطف جان عزیز، مراد جان عزیز، خوش آمد میگیم به تک تک شما عزیزان. خوشحالیم که با هم هستیم. یک روز دیگر، یک شنبه دیگر با خداوند، با حضور خداوند میخوایم کلام خدا رو بررسی کنیم. کیا خوشحالن امروز اینجا هستن؟ آمین. همه خوشحالیم؟ آمین. خیلی وقتا یه چیزایی هست تو زندگیمون دوست داریم بگیم آمین اما نمیتونیم بگیم آمین. چیزی هست تو فکرمون که نتونیم بگیم آمین امروز؟ مثلا بگیم خدا منو خیلی دوست داره، چی میگیم؟ آمین. من فرزند خدا هستم، چی میگیم؟ آمین. خدا فیض شامل من شده، چی میگیم؟ آمین. خدا نور خودش رو تو زندگی من تابوند، آمین. و خدا امروز با تک تک ما کار داره. یک لحظه میخوایم با هم دعا بکنیم عزیزان. شکرت ای خداوند، شکرت برای اینکه ای خداوندا با هر افکاری، با هر ضعفی، با هر نگرانی ای خداوندا وقتی میایم به حضور توی قدوس، با حضور خودت ای خداوندا دهان ما رو باز میکنی، یادمون میاری که کی هستیم. برای اینکه ای خداوندا با حضور خودت ای خداوند ما رو برکت میدی، ما رو آرامش میدی، ما رو تسلی میدی و ما رو بلند میکنی از هر کجایی که افتاده باشیم ای خداوندا. امروز اومدیم که بگیم آمین، خداوند ما نیکوست. آمین، خداوند ما رو دوست داره. آمین، خداوند ما محبت است. آمین، خداوند ما رو فرزند خوند. و آمین، خداوند ما وفادار هست. و آمین، خداوند ما شبان نیکوست. شکرت میکنیم ای خداوند. امروز ای روح القدس عزیز میطلبم کلام حقیقت تو دور دلهای ما بشینه و ما را ای خداوند از درون دگرگون کنه. همونجور که آمین کنان ای خداوند ادامه دادیم، اجازه بده ای خداوند رو کلام تو بایستیم و بتونیم ای خداوند آمین بگیم. آمین، آمین. شکر و سپاس برای امروز. همونجوری که میدونیم داریم نزدیک میشیم به روزی که عیسی مسیح جسم پوشید، به این دنیا آمد و تمام دنیا اکثرا جشن میگیرن. یک شادی هست، یک آرامشی هست، یک میتونم بگم تحولی هستش و خدا رو شکر امروز خداوند میخواد تو دلهای ما اون تحول رو از درون ایجاد بکنه. کی حاضره دلش رو باز بکنه امروز برای خداوند؟ آمین، آمین. وقتی ما کاملا دلمون رو باز میکنیم برای خداوند، خداوند قادر کلام حقیقت خودش رو بیاد بکاره و هر افکاری که باعث شد ما ناامید باشیم، باعث شد فکر کنیم در تاریکی هستیم، باعث شد دور باشیم از حقیقت خداوند، ما رو عوض بکنه و بیاره توی راه درست. اگر یک قطار رو در نظر بگیریم، وقتی ریلی رو کشیده باشن ازش که از یک شهری به یک شهر دیگه بره، اگر از ریل خارج بشه چه اتفاقی میفته؟ قطار دیگه نمیتونه حرکت کنه. ما خیلی وقتا خواسته یا ناخواسته اتفاقهایی میفته شاید تو کنترل ما نباشه، اما حق انتخاب ما این هست که وقتی میبینیم که ما داریم از اون ریلی که خداوند، از اون جاده حقیقت خداوند ما داریم دور میشیم و داریم به خودمون ضرر میزنیم، به اطرافیانمون ضرر میزنیم، به افکارمون، احساساتمون داریم ضرر میزنیم، از خودمون دور داریم میشیم، میتونیم دستمون رو بلند بکنیم و بگیم خداوندا تو من رو نگه دار، تو من رو حفظ کن و تو من رو دوباره به حقیقت خودت بازگردون. و امروز همچین روزی است که خداوند میخواد یک بار دیگه ما رو به حقیقت خودش برگردونه. امروز چند تا آیه هستش که درباره امید هست. وقتی یه پیامی میخوایم آماده بکنیم، دعا میکنیم و از خداوند میطلبیم خداوند امروز چی دوست داری گفته بشه. امروز امتحان داشتم و گفتم خداوندا تو هستی که اجازه خواهی داد همه چیز در دست قدوس تو با اون هدایت تو انجام بشه. با نازی جون صبح وقتی داشتیم دعا میکردیم درباره امید صحبت کردیم. وقتی با خواهر عزیزمون خواهر میرخانی داشتیم دعا میکردیم، ایمان، امید، محبت. و آخرین سرود پرستشی که خوندیم ایمان، امید، محبت.
کیا امروز امید احتیاج دارن اینجا؟ آمین. ما هممون احتیاج داریم به امید. ما انسانیم. کی باور داره که انسان شبیه خدا آفریده شده؟ کی باور داره عزیزان؟ با همه دارم صحبت میکنم، هر کس تو تلفنشه، هر کس خوابه. میخوام این لحظه تلفنتون رو بذارین کنار، میخوام بیدار شین. کی باور داره که انسان شبیه خدا آفریده شده؟ آمین. کجا نوشته اینو؟ یادمون میاد؟ در پیدایش. در پیدایش نوشته وقتی خداوند گفت انسان را بیافرینیم، انسان را شبیه ما بیافرینیم. میتونید به بغل دستتون نگاه کنید، بگید تو شبیه خداوند آفریده شدی. خداوند تو رو شبیه خودت آفرید. وقتی نگاه میکنیم خداوند آفریننده هست. پس خدا اجازه داده ما خلاقیت داشته باشیم. خدا اجازه داده ما نوآوری داشته باشیم. خدا اجازه داده ما تولیدات داشته باشیم. اما وقتی امید از ما گرفته بشه، همه چیز ما از ما گرفته میشه. امروز میخوایم درباره امید زنده‌ای که از طریق عیسی مسیح به دلهای ما وارد میشه صحبت بکنیم. 3 چیز مهم بود. چی بود؟ ایمان، امید، محبت. آمین. خدا رو شکر عزیزان. خدا رو شکر برای وجودتون. سالها پیش یک کتابی بود، اسمش بود Who Moved My Cheese، یعنی به فارسی ترجمه شده چه کسی پنیر مرا جابجا کرد. خیلی جالبه این کتاب، با اینکه یک کتاب ساده‌ای هست اما درس‌های بزرگی توش داره. وقتی نگاه می‌کنیم عیسی مسیح میومد و با مثل‌ها صحبت می‌کرد با ما که بتونیم راحت یاد بگیریم، درک بکنیم. این کتاب درباره 4 شخصیت صحبت می‌کنه. اما موضوع پشت پرده این کتاب اینه. کسایی بودن، دانشجو بودن، از شغل‌های مختلف، از گذشته‌های مختلف، از خانواده‌های مختلف و هر سال با هم جمع می‌شدن و صحبت می‌کردن درباره اینکه زندگیشون چه اتفاقی داره میفته، چگونه داره رشد می‌کنه یا چگونه داره پس میره. و در اونجا 1 سال که با هم جمع میشن، میان صحبت می‌کنن و میپرسن از هم دیگه شغلت چطوره، کارت چطوره. بعضیشون میگن شغلم خراب شده، کارم خراب شده. بعضیشون میگن نه من شغلم عوض شده. شاید خیلی از ماها که سالها پیش نیومده بودیم اینجا نمیدونیم. قبلا تو آمریکا سر هر خیابونی یک مغازه هایی بود که فیلم اجاره میدادن، بهش میگفتن بلاکباستر، و اون تبدیل شد به نتفلیکس که الان خیلی همون میشناسیم. تغییر کرد یه چیزی. صف میکشیدن که برن فیلم بگیرن، یه فرهنگی شده بود. اما وقتی که تمام پلتفرم آوردن به آنلاین، تمام اون مغازه ها بسته شد. یک پنیری بود، پنیر گرفته شد. یک امیدی داشتن، امید ازشون گرفته شد. ما الان هر کدوممون میدونم داریم یک فصل‌های تازه از زندگیمون رو تجربه میکنیم. هر کدوم ما تو هر مقطعی. شاید فصل اقامت رو داریم تجربه میکنیم، فصل مهاجرت و فصل شغل جدید، فصل درس جدید، فصل یا سختی، هر چیزی. اما در این گذراندن فصلها اتفاقهایی داره میفته. در این گذراندن فصلها ما میتونیم بیایم دنبال چرا بگردیم که چرا این فصل سخت باید برای من بیاد، یا میتونیم دنبال چگونه و راه بگردیم. اگر ما باور داریم که ما شبیه خداوند آفریده شدیم، پس خداوند به ما ذهنی داده که ما میتونیم اونو کنترل بکنیم و میتونیم تصمیم بگیریم که آیا تمرکزمون رو بریم روی راه حل بدیم یا تمرکزمون رو روی اون کاملا مشکل که باعث شده ما تو اون فصل قرار بگیریم، حالا به هر دلیلی. و خیلی وقتا تو فصلها وقتی بیشتر از یک حدی میمونیم، باعث میشه که امید خودمون رو از دست بدیم. باعث میشه فراتر از اون شرایط خودمون رو اصلا دیگه نبینیم. چشم ما کاملا بسته میشه. دوست داریم بریم توی خودمون غم بگیریم، قصه بگیریم، تمام اخبار خوب رو فراموش کنیم و فقط دنبال
یک چیز بد باشیم که باز بریم توی خودمون، باز ناراحت باشیم، باز قصه بخوریم، باز غم بگیریم. همیشه این اتفاقا میفته. برای همین کتاب مقدس میاد بارها و بارها درباره امید صحبت میکنه تو کلام خداوند، در عهد عتیق، در عهد جدید، و نشون میده که چگونه این امید اجازه میده تو حتی سخت‌ترین شرایط، وقتی ما ایمان داشته باشیم و دیدمون عوض بشه، اون شرایط رو فرصتی برای رشد خودمون بدونیم، اون شرایط رو فرصتی برای تغییر دادن خودمون بدونیم. اگر اون بلاکباستر وقتی بهش گفته شده بود میرفت تغییر میکرد، هیچ وقت برشکسته میشد، اما اونجا موند و اونجا مثل مردابی شد که باید دیگه تعطیل میشد. تو این کتاب 4 شخصیت هست. شخصیتی که 2 موشن، یا شخصیت هایی که 2 موشن و 2 انسان، و بعضیاشون غریزه دارن، بعضیاشون تجربه و افکار دارن و احساسات. حالا اگر با امروز در یه جایی هستیم که میایم میگیم فرزند خداوند هستیم، میایم آمین میگیم، کلام خدا داره به ما اون امید زنده رو میده، اون امید حقیقی رو میده. میخوام از رومیان برای شما بخونم. در رومیان باب 5 آیه 2 تا 5 رو میخونم. میگه به وسیله ایمان به مسیح ما وارد فیض الهی شدیم. کیا به عیسی مسیح ایمان آوردن اینجا؟ آمین. پس به وسیله ایمان به عیسی مسیح وارد فیض الهی شدیم، فیضی که در آن پایداریم و نه تنها به امید شراکتی که در جلال خدا داریم. پس اولین جایی که خداوند میاد به ما امید میده، اجازه میده ما یک شراکتی داشته باشیم که در اون شراکت یک امیدی برای ما هست فراتر از این شرایط ما. خیلی وقتا ویدیوهایی هستش از ادیان دیگه میان میگن کسی که اومد گفت بهشت هست بزرگترین گناه رو به بشریت کرد. تا حالا شنیدی؟ خدا رو شکر نشنیدی. اما فکر کنید چرا همچین چیزی میگه؟ برای اینکه آیا ما فقط اومدیم اینجا در انتظار اینکه روزی در این جسم نباشیم و به بهشت بریم، یعنی عمرمون به پایان برسه، یا اومدیم داریم ساخته میشیم، داریم خدا رو میفهمیم، خدا رو درک میکنیم، داریم آماده میشیم برای روزی که در اون شراکت پرجلال خداوند رو در روبرو ببینیم. همه اینها باعث امید میشه. داستان یوسف یادم میاد عزیزان. یوسف رو چیکار کردن برادراش؟ انداختن تو چاه. یوسف یکی از داستانهایی که وقتی میخونیم، حالا ما میگیم داستان اما حقیقتیه که اتفاق افتاده، وقتی میخونیم میبینیم چگونه در سخت‌ترین شرایط وقتی کسی ایمان داره اون امیدش اون رو زنده نگه میداره و بعد فراتر از شرایط رو میبینه، اون چیزی رو که خدا بهش نشون داده، و بعد رو اون امیدی که خداوند اجازه داده زنده بمونه حتی درک میکنه که خداوند داره تصویر بزرگتر از ما رو میبینه. ما تصویر لحظه‌ای یا ناکامل رو میبینیم، مگر اینکه روح القدس، روح خداوند بیاد به ما اون عطای نبوت رو بده، برای ما رویای تازه بده، بازم ما کاملش رو شاید نبینیم. برای یوسف هم همین بود. اگر یادمون بیاد وقتی تو سختی افتاد، تو چالش افتاد، صبر کرد سالیان سال، بعد به زندان افتاد، بعد خداوند ازش استفاده کرد و در اون فراوانی تازه یادش افتاد که خداوند چی کار باهاش داشت، و وقتی در اون قحطی افتادن کل تصویری که خداوند بهش نشون داده بود و یادش افتاد. ما خیلی وقتا تو چالش ها میافتیم، تو سختی ها میافتیم، تو زندان خودمون میافتیم، تو اسارت خودمون میافتیم و اونجا خدا نزدیک ما هستش
خدا داره روی ما کار میکنه. خدا داره ما رو رشد میده. خدا داره ما رو دگرگون میکنه. اگر ما اون تصویر بزرگی رو که خداوند داره میبینه رو بتونیم با ایمان ببینیم، تو اون شرایط ما حق انتخاب داریم. فقط شرایطمون رو ببینیم، فقط سختی رو ببینیم، فقط چالش رو ببینیم، فقط ناامیدی و تنهایی رو ببینیم، یا اینکه بگیم خدایا میدونم که تو برای من یه کار بزرگتری داری الان جمع میدی، پس میخوام با فروتنی قبول بکنم و میخوام با فروتنی این تغییر یافتگی رو با حضور تو انجام بدم. ادامه میدم، میگه زیرا ما میدانیم که زحمت بردباری را ایجاد میکند. بردباری موجب میشود که مورد قبول خدا شویم و این امر امید را میآفریند. ما خیلیامون تو زحمت‌های مختلفی افتادیم. همین که بیرون میریم باید یه زبان دیگه صحبت کنیم، یه زبان دیگه بخونیم، یه جور دیگه رانندگی کنیم، یه جور دیگه رفتار کنیم. برای ما شاید سخته. از اون چیزی که عادت داریم غریب میشیم. از اون چیزی که عادت کردیم بیرون میاییم و نمیتونیم خودمون رو شب وقف بدیم. اونجا جاییه که فکر میکنیم چه کسی پنیر من رو جابجا کرد. حالا این پنیر شاید شرایط باشه، این پنیر شاید احساسات ما باشه، دلتنگی ما باشه، این پنیر شاید تو زندان افتادن ما باشه، این پنیر شاید اینی که چرا من اصلا همچین انتخابی رو کردم باشه. اما مطمئن باشیم که اگر خداوند گذاشته ما تو اون شرایط قرار بگیریم، به جای چرا اون خلاقیتی که خداوند در درون ما رو گذاشته بتونیم تشخیص بدیم و بتونیم به اون مسیر حرکت بکنیم و بدونیم کی هست که داره ما رو شکل میده، بتونیم بهش تکیه بکنیم. اونجا برای ما رشد انجام میشه، رشدی که باعث میشه امید ما که هنوز بهش نرسیدیم ادامه پیدا کنه و هی نزدیک و نزدیکتر میشیم، نزدیک و نزدیکتر میشیم و ادامه میدیم به زندگیمون. میدونم داریم یه ایامی میگذریم که شاید خیلی همون ترس برامون داشته و اون ترس اگر به انگلیسی بگیم میشه fear، false evidence. یعنی چی؟ یعنی اون مدارک یا اون شواهد اشتباه appearing real دارن واقعی به نظر میان. شواهد اشتباه دارن واقعی به نظر میان و ما رو تصویر کاذبی که خودمون شروع کردیم ساختن داریم روی اون جاده‌ای که از اون مسیر خارج شده حرکت میکنیم. کی دوست داره برگرده به مسیر؟ اگر دوست داریم برگردیم به مسیر، کی میتونه ما رو به مسیر برگردونه؟ خداوند، با دادن امید تازه به ما، با اینکه به ما یاد بده. ما داریم الان یاد میگیریم، ما داریم ساخته میشیم. ساخته شدن یعنی آماده شدن برای دریافت برکت‌های بیشتر. اگر یوسف توی چاه نمی افتاد، اگر یوسف توی زندان نمی افتاد، اگر یوسف توی وسوسه نمی افتاد، اگر یوسف جایی تصمیم‌های درست رو نمی گرفت که رو ارزش‌هایی که بهش یاد داده بودن بیسته، هیچ وقت یوسف نمی‌شد. خیلی وقتا تو زندگی ما وقتی ناامید میشیم از ارزش‌های خودمون میگذریم و میایم سازش میکنیم با این دنیا و اونجا بزرگترین اشتباه رو میکنیم. به نظر شما اگر یوسف خدا رو تو دل خودش کاملا باور نمیکرد، اگر رویایی که خداوند بهش داده بود و کاملا درک نمیکرد،
میتونست از این شرایط سخت عبور کنه، میتونست بگذره، میتونست اون امیدش رو نگه داره. این برای ما هستش امروز که اگر ما داریم از شرایط سخت میگذریم، رو ارزش‌های خودمون بایستیم. اگر ما میایم میگیم فرزند خداوند هستیم، آمین میگیم، پس خداوند ما رو ارزشمند دونست و یک ارزش‌هایی برای ما قائل شد، برای ما یک سخاوتمندی قائل شد، یک فیضی قائل شد. پس داره یک کاری برای ما انجام میده و اون کار فراتر از درک ماست خیلی وقتا. اما وقتی ما قبول میکنیم که خداوندا تو بیشتر از من میدونی و فراتر از درک من داری الان رفتار میکنی، خدا میاد زندگی های ما رو عوض میکنه و ما نیز از اون جایی که افتاده هستیم، از اون ناامیدیمون، از اون چالشمون، از اون ناتوانیمون در میایم بیرون و بعد برکت، شفا، آرامش، ایمان قوی‌تر، امید زنده‌تر برای ما جاری میشه. در کولوسیان باب 1 آیه 27 میگه خدا صلاح دانست که راز پرجلال و قیاس و بی قیاس خود را در میان ملل غیر یهود آشکار سازد و آن سر این است که مسیح در شما ساکن می باشد و این حقیقت مایه امید شما به سهیم شدن در جلال خداست. امید. امروز یک بار دیگه میخوام از شما بپرسم عزیزان، آیا به امید احتیاج داریم؟ امید ما خداوند زنده است. وقتی فکر میکنیم خداوند برای ما هیچ چیز نیکو رو دریغ نداشت و هر چیزی که داشت برای ما عطا کرد، یگانه فرزندش رو اجازه داد بیاد به زمین، جسم بپوشه، مثل ما بشه و عیسی مسیح برای ما به صلیب کشیده شد که ما امید زنده داشته باشیم و امید زنده ما خود عیسی مسیح هست و وقتی او زنده است ما با این امید زندگی میکنیم که دائما داره برای ما شفاعت میکنه و در اون شفاعت ما میدونیم که از سختی ها میگذریم، از چالش ها میگذریم، از ناامیدی ها، از تنگی ها، از تاریکی ها میگذریم، اما باید بگذریم و تو اون گذشتن ها برای ما اینه که بخوایم فروتن بشیم، بخوایم بیشتر به خداوند تکیه کنیم، بخوایم بیشتر رو کلام خدا بایستیم و بخوایم بیشتر اون کاذب بودن اون ترس رو، اون تخیلات ترس آور رو بذاریم کنار. آخرین آیه‌ای که میخوایم با هم بخونیم از یوحنا هستش. تو زندگی های ما همون جوری که احتیاج داریم خوراک بخوریم، آب بخوریم، ما احتیاج داریم خوراک روحانی داشته باشیم. برای همین خداوند اومد کلامش رو به ما داد. 365 بار در کلامش میگه نترس. اومد در کلامش به ما امید داد. اومد در کلامش تو سخت‌ترین شرایط حقیقت خودش رو باز کرد که خداوند چگونه از ما حفاظت میکنه، برای ما فراهم میکنه و تو کلامش اجازه داد ما بفهمیم که خداوند ما رو باز خرید و فرزند شدیم. حالا اینجا در این آیه میاد عیسی مسیح میگه یقین بدانید کسی که به من ایمان میآورد حیات جاودان دارد. من نان حیات هستم. نیاکان شما در بیابان منا را خوردند ولی مردند، اما من درباره نانی صحبت میکنم که از آسمان نازل شده است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمیمیرد. من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم. یک بار دیگه میخوایم بپرسیم چی مهم هست؟
ایمان، امید و محبت. اگر خداوند اومد محبت خودش رو به ما داد، پس خدا اجازه داد که ما ایمان داشته باشیم و خداوند اجازه میده با امید زنده به زندگی خودمون ادامه بدیم. امروز با هر افکاری، با هر نیتی اومدیم، با هر ناامیدی یا با هر شکرگزاری که اومدیم، میخوایم الان با هم دعا بکنیم عزیزان. میخوایم از خداوند بطلبیم، همون جوری که خداوند اجازه داد یوسف روی ارزش‌هاش بیسته، روی ایمانش بیسته، با امید به اون رویایی که خداوند بهش نشون داده بود صبر کرد تا اون روز براش اتفاق بیفته. ما با این امید هر روزه به زندگیمون ادامه بدیم تا روزی که در این جسم هستیم بدونیم که خداوند هست، اول و آخره و ما رو دوست داره. میخوایم با هم دعا بکنیم. شکرت ای خداوندا، شکرت میکنیم برای امروز ای خداوندا. شکرت ای خداوند برای عزیزانی که امروز با هر دلی ای خداوند اجازه دادی به حضورت بیاییم ای خداوندا. برای همه ما سخت هست، اما ای خداوندا در این سختی ها میدونیم تو کنار ما هستی. تو هستی که اجازه میدی ما رشد کنیم ای خداوندا. تو اجازه میدی ما امید تازه داشته باشیم ای خداوند. تو اجازه میدی ما تصویر بزرگی رو که تو میبینی ای خداوند ببینیم. پس چشم روحانی ما رو باز کن ای خداوندا به رویاهای تازه خودت ای خداوندا، به امید تازه خودت. و خداوندا گوشهای ما رو ببند به صداهای منفی ای خداوندا، به اون هیاهو و اون ترس کاذب ای خداوندا. تو هستی که ای خداوندا اجازه دادی فیض تو شامل تک تک ما بشه ای خداوند. فیضی که فراتر از هر چیزی ای خداوندا، و فیض توست که ای خداوندا اجازه میده اون رویایی که برای تک تک ما تو میدونی ای خداوندا، طبق کلامت، همون روزی که ای خداوندا در فکر تو بودیم و در رحم مادرمون شکل پیدا میکردیم، تو برای تک تک ما امید داشتی ای خداوندا، برنامه داشتی ای خداوندا. و خداوندا میطلبم که برنامه الهی تو آنجور که پسندیده ای تو ای خداوندا برای هر عزیزی، برای هر خانواده ای ای خداوندا، برای هر آرزومندی ای خداوندا، برای هر امیدواری ای خداوندا، برای هر ناامیدی ای خداوندا، برای هر کسی که امروز تو اجازه دادی اینجا باشه ای خداوندا انجام شه. و با شکر و سپاسگزاری به حضور توی قدوس اومدیم و در نام عیسی مسیح طلبیدیم. آمین و آمین.